نزده باشیم. آنو فدی خسته تاکدن چوقاکی نشسته. جز عزیزای ایرانی بود. آره الان ما رسیدیم، منتظریم فدی بیاد. ببینید چقدر نازنه. فدی منتظریم بیاد. یه هوایی امروز اصلا باور نکردنی. فدی ولاگه؟ بله ولاگ دبی. این خواننده مردمی چمدونو خواننده مردمی مشکیسته. آره اشکال نداره. ما یکم دیر راه افتادیم. فربا چقدر این گلاتون خوشگله واقعا در روز. زده باید بگم مهدیاب بده. پیتان پیتان سکسی میای وی آی پی بام سک میزنیم لیوان لیوان داوای دیرام خیلی شدیم هات امسال دیسکه یا زده لایف استار ریبان از کانورس بام میام دنبال باورس ما از اون خارج شدیم. خروج زدیم اومدیم. مرحبا بكم في اماره ابوظبی دولت الامارات العربیه المتحده. درست متوجه شدیم دیگه. دقیقاً درست. یهو دارن قرآن میخونن. الان وارد مرز امارات میشیم. الان وارد امارات ماشین از تو ایکس ری رد میشه و ما پیاده میشیم که ماشین خودش رد میشه تو ایکس ری. خودمون میریم توش دیگه. همه با هم میریم. با هم رد میشیم. آره. انباری نزده باشیم. اینجا غذای نگین رو داریم. هلسیه خیلی. حماس گوشت و تبوله. محمد بیف استراگانوف و من کربونارا و فربودن عربی. قشنگ من با شما فرق دارم. واقعا خودت انتخاب کردی. گرسنمون بود اگر نه آدمایی نیستیم که اینقدر آن هلسی غذا بخوریم. سلام ما برگشتیم. همین الان از هتل زدیم بیرون با محمد. بچه ها امروز تمرین دارن، رفتن تمرین کنن. البته الان نه، 1-2 ساعت دیگه دارن موزیکاشون رو ارنج میکنن دیگه. ما گفتیم بیکار نباشیم بریم بیرون. آنو فدی خسته تاکدن چوقاکی نشسته. دبی واقعی. بچه ها شب قبل کنسرت اومدیم اینجا غذای فلفل بغل کرده. آمیا عرق کرده رو به قبله است و خیلی حال داد. خیلی خوشمزه. خیلی بچه ها غذای خوبیه واقعا. انشالله که همه چی خوب پیش بره. الان هم یه نم بارونی زده امروز دبی. خیلی رستورانش غذاش خوبه بچه. خب فعلا بای. فدیو داریم. اومدیم دنبال فدی. ظهر کنسرت بریم ناهار با فدی.
های چطوری تو ولاگیم؟ آره چطوری؟ دارم شعر حفظ میکنم دقیقه 90. سلام چه چرا نشستی؟ میخواستم دیگه خواننده مردم جلو بشینه روز عقدم پیوند تو با موزیک مبارک. قشنگ بود جمله اساطیری بود دیگه. آره اساطیری خدا رو شکر. توی مدنی دختر ایرانی و ول کنی از دانس میره روی الری که عکس درست گذاشته هی دسته راست گذاشته اینو واسه شما پست گذاشته ولی منو تو کلاس گذاشته این جبیه بد نیست تو ولی سلیقه من نیست تو رنگ پریده مستی ستون بی رویه رفتی ستون تنگید دادم ترکی بعد غمگین دادم ترکی بابا یه بار مست بودم 6 و 8 سنگین دادم ترکی. خب اینجا اومدیم غذا رو بزنیم با بچه‌ها. الان نون پنیر سبزی قراره بکنیم. نه حاجی تو غذای ایرانی مون آره این قراره که جز عزیزه ایرانی بود. آره شب یه چیز تندی خوردیم که اصلا مثل اژدهایی منم چطور توضیح بدم آتیش ولی اومدیم یه چیزی بخوریم بشوره ببره آره یه چیز دوبهی تو تنها لایم باز خانوادگی بچه فکر کنم اصلا قبلی رو نمیگرفتم خیلی میگیریم ولی اینو دارم میگیرم. آره حاجی یه چیزایی گفتیم که دیشب ما غذای خیلی اسپایسی خوردیم بدون نظر گرفتن شرایط خواننده و الان اومدیم چیز بخوریم. آره ولی صدای خواننده بازه مشکلی نداره. آره نه اوکیه همه چی بازه هر شب که غذای تند بخوریم اوکی ما هم که هستیم همچنان. شاه دبی شاه دبی ما منظورش محمد بن راشده حاجی. 100 بن راشده یعنی هیچ محمد دیگه ای نمیتونه باشه. پنیر سبزی یه خیلی هلس شده حله غذا اومد و ما سعی کردیم که امروز غذای سنگین نخوریم و این سبکمونه دیگه. آره وقتای دیگه فیلم میکشیم میخوریم. ما میریم غذا بخوریم. بای. سلام ما رسیدیم سالن جیوگراویتی. مردم اومدن ولی ما الان سعی میکنیم که پارک کنیم یه جا. عاشقم نه بابا ضعیف اعصابا یعنی تو فرو خواهم کجا میبره این دخملی
سره باشی حرف میزنی پشت سر ما این همه چرا از اون طرف تو نیمه دختره باشی خوردی یا نخوردی های سورپرایز کافی سورپرایز داشی سورپرایز تولد بده بوزمان اوها سورپرایز کافی سورپرایز داشی سورپرایز اسمیدی پارتی با دوستا بسش بیبی حتی بره بالاسی با یکی فاقی که سکت زاپسی کادونا شناسه بره بگی دستمالو بیا سیستاس ای کارو سنگین کنو بد تبریکا تمثیل کنم بد عکس تو بون دست گله پرهو یه جو میرزونیشونو برام انگا بوفرهو امشب رو مالی بریم نصف مغزو بگا فردا مثل انگو برا توی اکیپ ما تنزل از صبرا تن دیز ارو برا منم بخشی مثل برا میخوام صدات بره بالا تو میخونی و برا دیگه شد پا ما فقط رفتیم مثل باتا اینا به چلونی میده کنیاک واسه اینا تک جا جستودار دیگه شد شتی نیاره بارون چرا پسفتی برو صبح میزنم انگو املتی تکن رو فاقیدی شب قرجتی برو برام سکسی تری حتی همون دختر برو یه جونی لحظونیشونو امیر جون ترکوندی ناجی